سلام علیکم. خدا نگهبانتون باشد. حاضر من در جنازه برادر شادی اشتراک دارم و حاضر برادر شادی را به خانه اخیرت گسل کرده استیم و چی گفتنی هستم؟ آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پس یک دیگر یک و یک بشوند. این عمری عزیز به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. برادرها، اولا تعزیه خود را به اهل عائله برادر شادی و خویش و پیونداش تعزیه خود را بیان میکنم و با آنها صبر جمیل خدای متعال در دل آنها جا کند. پروردگار برادر شادی را قبل یکی از گوشه‌های جنت خودش را جنت الفردوس نصیب روزی بگرداند. الله اکبر. برادر سخن گفتن بسیار مشکل است. حاضر زمانی که ما ای را از فرودگاه آوردیم و این را به خانه‌اش ماندیم و در اونجا مراسم ویدا بود و مادری وی، زوجه وی، خویش و اقربای وی با وی دیداربینی میکردند. یک چهره مثل ماهی شب 14، ریش‌های سیاه، خاش‌های سیاه، میجه‌های سیاه و پرسان شدند، گفتند 31 سال دارد. برادرها، این جوانی رونامرگ در غریبی جان خود را از دست داد. خدا که چی خواسته باشد هوای می شود. برادرها، برای جوانی خود مغرور نشوید. باید حرمت یکدیگر را بدانیم، در پی دوستی و برادری یکدیگر باشیم. برادرها، سخن گفتن مشکل است. فقط دست با دعا می برداریم که خدای مهربان جای برادر را جنت الفردوس گرداند و خویش و پیوندانش صبر جمیل عطا فرماید. الله اکبر. برادرها، فقط در حق این برادر فقط دعا میکنیم خلاص.